السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و برادران عزیز، در یک اینترویو بسیار میپرسن که به چه خاطر مسکو را انتخاب کردگی و دیگه شهرها را نه. پیش مثال بگیم در شهر پیرم بدیم، قزان بدیم، یکتریمبورگ، سن پترزبورگ، همه طرفا خلاص میگردیم، لیکن بسیارتر در مسکو هستیم. یعنی بسیار ما گفتیم که به خاطری که پولش بسیاره کرد که چود که هست، مثلا نگفتیم که کار بار خوبه، زندگی و دیگه کار گفتیم که به خاطری که پول. یعنی سوال برای انسانانی که زیاد همی گپ هستن، یعنی که زیاد همی گپ میزنن یا کمیتر میکنن، شما روسیه به چه خاطر آمدگی هستین؟ بیزنس و کار بسیار به چه خاطر میکنین؟ به خاطر پول هست. البته راتون که محتاجی نامردان هستیم و ما را هم باشیم نیست، مثل همی شما هستیم. الله نگهبانتان باشه. السلام علیکم.